چرا ما نباید سفر بکنیم؟ آیا سفر کردن حق ما نیست؟ بله دوستای عزیز، قسمی که بر شما گفتم هر انسان حق داره که سفر بکنه، هر انسان میتونه سفر بکنه، اما روی چند دلیل. اولی که باید بسیار ضرور باشه که تو باید سفر بکنی. دوم این که باید مجبوریت های باشه که سفر بکنی. اگر شوقی میخوای سفر بکنی باید مدتش از 1 ماه بیشتر نباشه. خب هدف ما از سفر چی است؟ آیا ما سفر تجارتی میکنیم، سفر سیاحتی میکنیم، سفر کاری میکنیم یا سفر مهاجرتی میکنیم؟ خب به هر صورتش دوستای عزیز، سفر تجارتی به سفر گفته میشه که به خاطر وسعت و توسعه دادن بزنس خود ما میتونیم به راحتی به کشورهای مورد نظر سفر بکنیم. البته راحتیشون پولی که ما، سرمایه‌ای که ما داریم در اختیار ما قرار میده، چون ضمانت پول می باشه و همون پول میتونه که تمام مشکلات را از سر راه ما برداره. دوم، سفر کاری. سفر کاری به کدام نوع سفر گفته میشه؟ مثلا در یک کشور یک کمپانی است یا یک شرکت است، به یک فرد متخصص و مورد نظر خود ضرورت داره و او فرد مورد نظرش در جایی که شرکتش موقعیت داره نمی باشه و او میتونه که فرد مورد نظر خود از کشور دیگه دعوت بکنه که بیای همراهش کار بکنه و او امکان پذیر است. مثلا صاحب شرکت یا رئیس شرکت با مرجع قانونی کشوری که زندگی میکنه حرف میزنه و از او طریق با ارائه کردن دلایل و اسناد ویزا برش صادر میشه و میتونه که ویزا را به کشور که امو فرد که میخواد دعوت بکنه روان بکنه و او فرد میتونه با طی مراحل پروسه قانونی و امو اسناد که از پیشش امو سفارتخانه تقاضا میکنه تمام اسنادا را بر سفارتخانه تسلیم کنه. وقتی که همه چیز اوکی شد، ویزاش هم اوکی میشه، میتونه به راحتی به جایی که مورد نظرش است و در محل کاری که یا در محل کمپانی که به کار گماشته شده راحت بیایه. سوم، سفر سیاحتی. سفر سیاحتی به چه نوع سفرها گفته میشه؟ سفر سیاحتی به سفرهای گفته میشه که ما میخوایم مثلا 1 ماه الا 3 ماه 1 ماه الا 3 ماه وقت خدا خوش بگذرانیم، بریم دیدار کنیم از یک کشور، بریم سیاحت کنیم، بریم وقت خدا خوش بگذرانیم و تجربیات زیادی که در کشورهایی که نرفتیم و ندیدیم از اونجا کسب بکنیم و اوقات فراغت خود در اونجا سپری بکنیم. و قبلا بسیار ساده بود گرفتن ویزاهای سیاحتی، فعلا کمی دشوار شده، با آسانی نمیشه که ویزای سیاحتی به دست بیاریم. با ضمانت‌های بسیار قوی امکان پذیر است که اگر احیانا فردی که با سیاحت به کشور، خصوصا کشورهای اروپایی یا امریکا میخواد که بره و بعدا اونو درخواست پناهندگی بده و کسی که ضمانت کرده اونا دچار مشکل میشوند، چون قبلا این کارا بسیار زیاد شده. حال تا ضمانت قوی نباشه امکان پذیر نیست. بعضی وقتا با وجود ضمانت هم این گونه سفرها اوکی نمیشوند. و میمونه بخش 4، سفرهای مهاجرتی. سفرهای مهاجرتی به کدام نوع سفرها گفته میشه؟ سفرهای مهاجرتی هم انواع و اقسام مختلف داره که یکی از آنها پیوستن به خانواده است. مثلا شوهر خانم خود را دعوت میکنه و یا خانم شوهر خود را دعوت میکنه. در حالتهای استثناء مثلا اولاد میتونه که مادر و پدر خود دعوت بکنه پیش خود بخواه. این همه استثناءات وجود داره که تمامش در قانون واضح و روشن ذکر شده. و یک چیز دیگر که میخوایم در این بحث خود اضافه بکنم او است که مثلا در بحث سفرهای مهاجرتی فعلا در دنیا 2 نوع وجود داره، یکی سفرهای قانونی است و یکی سفرهای غیر قانونی است. ما سفرهای قانونی که میکنیم، سفرهای قانونی همیشه به درد و سر بوده، همیشه بدون کدام مشکل و جنجال. البته پرابلم ها و وقت ضایع کردن خود داره، وقت زیاد میگیره، باید از 1 سال تا 2 سال و 3 سال و 4 سال حتی تا 5 سال باید منتظر باشیم تا کارهای ما تمام شود. اما سفرهای کسایی میکنن که غیر قانونی که به کشورهای وارد میشن که بعداً
اکثریتشان به دردسرهای زیاد مواجه میشن و پروسه کارشان بسیار زیاد طولانی میشه. البته این پروسه یک چیز باید بگویم، کسایی که قانونی میاین همین پرابلم هایی که باید صبر بکنن، باید که اسنادشان تکمیل شود 1 سال 2 سال 3 سال تا 5 سال، این امو پرابلم ها را قبلا پیش از اینکه سفرشان آغاز شود تجربه میکنن، تمام میشه، خلاص میشه. وقتی که تمام کارشان خلاص شد به کشور مورد نظر که آمدن، مشکل قبولی ندارن، همه چیز هست، فقط پروسه که اینا باید داشتن خانه است، آهسته آهسته زندگی را رونق دادن است، بعضی ورق هاست، اما مشکل قانونی ندارن و این یک چیز نرمال است که هر کس در یک کشور نو که میره باید این کارا را انجام بده. اما متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم کسایی که از راه‌های غیر قانونی میاین، اونا در اول هیچ مشکل نمیبینن، غیر از اینکه مشکلات راه است، از با جان خود بازی میکنن، با سر خود بازی میکنن، با هزاران مشکلات که در راه اصل خودم میرسانند به یک جای. اما وقتی که به او کشور میرسن، پروسه کار از و مشکلات کار از و جنجال های از او لحظه شروع میشه، ای که تا چندین سال در بر میگیره. هزار کس مختلف است. از بعضی هایی که مثلا اسناد مدارک و دلایل خاص دارن به خاطر که سفر کردن، مهاجرت کردن و میخوان اقامت بگیرن، از میتونن که امو دلایل خود مطرح بکنن، اسناد مطرح بکنن و حرفشان قابل قبول قرار میگیره، میتونن به زودترین فرصت اسناد خودم به دست بیارن و مدارک خودم و قبولی خود بگیرن. و بعضی کسا هست که حرف میزنن، حرفای بدون ربط، و یا نمیتونن که مو چیزی که میگن در مورد از او در برابر حرفای خودان اسناد ارائه بدن و حرفایشان اصلا قابل قبول قرار نمیگیره. بدبختانه که اونا پروسه کاریشان رد میشه و در یک حالت دیپورتی و رد شدن قرار میگیرن که اونا با یک تاریخ مشخص که بعد از 1 سال 2 سال حتی بسیاری وقتا 3 سال 4 سال وقتش مقرر میشه یا وقتش میرسه که اینا را به یک تاریخ مشخص دیپورت میکنن از کشوری که آمده بودن، از نقطه‌ای که آغاز کرده بودن، پس دوباره به مو نقطه پس روانشان میکنه که متاسفانه این بسیار یک حالت دردآور است که هیچ کس آرزوی چنین حالت نداره. ما امیدوار هستم که هر کس که سفر میکنه، هر کس که به یک کشور میره، با یک هدف خاص، با یک مفکوره روشن، با یک ذهن روشن، با یک ایده‌ای که از دور داشته، با یک ذهنیت باز، با یک پلان و برنامه درست باید حرکت کنه. قبل از اینکه سفر کنه باید بفهمه که اگر من در کشوری که رفتم چی باید بگویم، چی باید بکنم، کدام راه را باید برم، کدام راه را باید نرم. بعداً میشه که به زودترین فرصت به هدفی که داره برسه. اگر در غیر از اینکه نفهمه که من وقتی که رفتم چی میکنم چی نمیکنم، به امی حالت دچار میشه که پس دوباره همه چیز ضرب صفر میشه و از جایی که آمده بود پس دوباره به اون نقطه میره. خب دوستان عزیز، پرگویی نمیکنیم، ویدیو امروز همه قدر بود. امیدوار هستم که به دردتان بخوره، امیدوار هستم که شما هم جور و صحتمند و سرحال باشین و زندگی ها به کامتان باشه. و ویدیو را اگر خوشتان آمد لایک کنین، چینل را سابسکرایب کنین. اگر از این ویدیو و از این قسم ویدیو خوشتان میاد لطفاً سابسکرایب کنین، کامنت کنین و ویدیو را به دوستای دیگه تانم شیر بکنین تا باشه که من هم ببینم و رویه بگیرم و از این ویدیوهای معلوماتی بیشتر و بیشتر براتون درست کنم تا باشه که یک نفع برای یکی از هموطنان ما که میخواد سفر بکنه برسه. تا برنامه بعد شما را به الله به امتام اسپارم. شب روزتان خوش. بدرود.